هیچ میدونیم کجا چه عطری رو باید استفاده کنیم؟ همه جا که نمیتونیم یه مدل عطر استفاده کنیم. اگر عطرمون سنگین هست بعضی جاها میتونیم اون استفاده کنیم، مثلا مثل مهمانی‌های شبانه یا محیط‌های باز. اما این عطر سنگین و گرم خیلی شدید رو نمیتونیم تو بعضی جاها استفاده کنیم. مثلا یه مکان بسته‌ای که هست ما نمیتونیم این عطر رو اونجا استفاده کنیم. درست نیست، از لحاظ اجتماعی وجهه قشنگی نداره که ما عطر سنگین رو توی یه مکان بسته استفاده کنیم. اینو من امروز به شما میگم. برای استفاده روزمره عطرای سبک، خنک، مرکباتی و گلی میتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون این عطرها اذیت نمیکنن. چرا؟ چون این عطرها سنگین نیستن. چرا؟ چون این عطرها مناسب محیط‌های عمومی هستن.